سلام به همگی، حالتون چطور؟ آماده شید که میخوام یه اسنپ بگیرم با هم بریم به آینده. کجا؟ سال 2030. درخواست دادم کرایه شو، نوشته 300,000 تومان. تازه کولرم که روشن نمیکنه. والا اسنپ بی خیال، بخاطر واحد میریم. میخوایم با هم ببینیم تو سال 2030 دنیا چه شکلیه، زندگی آدما چه تغییری کرد و چه تکنولوژی‌های جدیدی اومدن. پس اگه دوست دارید بدونید تکنولوژی عجیبی که در آینده میاد چیا هستن، این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. فقط قبل از اینکه شروع کنیم ویدیو رو لایک کنید، کانال دانستنی روز رو هم سابسکرایب داشته باشید، یا اگر سابسکرایب نکردید همین الان این کارا رو انجام بدید. زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا بریم سراغ ویدیو. اول از چیزی شروع کنیم که روز و شب رو باهاش میگذرونیم و مطمئنم همین الان گرفتید دستتون. بله، منظورم گوشیه. حالا شما اگه به چیز دیگه فکر کردید خب دیگه خجالت بکشید واقعا. میخوایم با هم ببینیم گوشی‌ها در آینده به چه شکلی و چه تغییری با امروز دارن. فراموش نکنید یه زمانی گوشی‌ها دکمه داشتن و تنها راه کنترلشون از طریق کیبورد بود، ولی چند سال که گذشت کم کم گوشی‌های صفحه لمسی به بازار اومد که باید با قلم یا ناخن روی صفحه کیبوردشون ضربه می‌زدی. بعد از یه مدت پیشرفته‌تر شدن و مثل الان دیگه با نوک انگشت شما میتونید اونها رو کنترل کنید. الان هم که دیگه سیری و گوگل اسیستنت اومدن و شما میتونید با صدا با گوشی کار کنید. حالا به نظرتون گوشی آینده چطوریه؟ شاید باورتون نشه، ولی در آینده شما میتونید گوشیتون رو با ذهن خود کنترل کنید. اگر ایمپلنت مغزی داشته باشید و توی سرتون تراشه بذارید که دیگه کار ساده‌تره، ولی این حرکت بدون تراشه هم امکان پذیره. یه اسکر روی سر وصل میشه و با فکر کردن شما میتونید گوشی رو کنترل کنید. مثلا تو فکرتون میگین به مامانم زنگ بزنم و حالش رو بپرسم، گوشی زنگ میزنه به مادرتون. یا با خودتون میگین برم اینستا ببینم چه خبره، یهو اینستا باز میشه. و خلاصه میتونید هر کاری خواستید و بدون اینکه به گوشی دست بزنید یا از دستیار گوگل استفاده کنید با گوشی انجام بدید. البته از جهاتی هم بده. فکر کن تو مهمونی خانوادگی نشستی و حوصله‌ات سر رفته، فکرای چرت و پرت میاد تو سرت و همون لحظه گوشیت وسط جمع پیش کل فامیلا اون فکرا رو میره سرچ میکنه و آبروی جد آباد تو میبره. همه میگن گوشی جدید خیلی بهتر از گوشی قدیمیه، ولی این قضیه توی مورد صدق نمیکنه. اونم باتریه. نوکیا 1120 رو شما امروز شارژ میکردید تا یه هفته شارژ داشت، ولی الان روزی 3 بار باید گوشی رو بزنی به شارژ. حالا خبر خوب اینه که تو سال 2030 یه نوع شارژر بی‌سی میاد که میتونه گوشی از فاصله 90 سانتی هم شارژ کنه. بجز اون تو سال 2030 به جای اینکه رو عکس زوم کنید خود گوشی رو زوم میکنه. یعنی چی؟ یعنی گوشی آینده قابلیت ارتجاعی داره. گوشی رو میگیره دو طرف میکشه، صفحش باز میشه و به اندازه تبلت بزرگ میشه. یه قابلیت خفن دیگه هم اینه که تکنولوژی هولوگرافی به گوشی اضافه میشه و شما میتونید تصاویر رو به صورت سه‌بعدی بالای صفحه گوشی ببینید. مثلا داری تو اینترنت عکس آیفون جدید رو نگاه میکنید، یه دکمه میزنید، تصویرش به صورت سه‌بعدی و واقعی با نور میاد بیرون از صفحه گوشی. حالا شما میخواید چیز دیگه رو سه‌بعدی ببینید، خب دیگه باز اون به خودتون ربط داره. ما از اون خانواده‌اش نیستیم دوستان. اتفاق بعدی که تو سال 2030 میفته اینه که تو اون سال بدن آدما رباتی میشه. ایلان ماسک یک ربات انسان نما به اسم اپتیموس ساخته بود و باعث شد ایده تولید اعضای بدن رباتیک هم به ذهنش برسه و پروژه‌شو استارت زد. اینجوری که افرادی که قطع عضو شدن یا معلولیت دارن میتونن با کمک این اعضای رباتیک و تراشه مغزی نورالینک به زندگی عادی برگردن. حالا نورالینک چیه؟ در واقع 1000 تا رشته خیلی باریکه که توی مغز آدما میکارن و اینطوری بین مغز و کامپیوتر به صورت بی‌سیم ارتباط برقرار میشه. جالبه بدون عمل جراحیش هم توسط ربات‌های مخصوصی که خیلی دقیق و کار درسته انجام میشه و اینطوری کار میکنن که مثلا این 1000 تا رشته رو توی مغز یه نفر که معلولیت داره کار میذارن و از اون به بعد اون فرد میتونه فقط با فکر کردن با گوشیش کار کنه. البته با همون گوشیایی که گفتم تو سال 2030 میانا. مثلا به محض اینکه آدم تصمیم بگیره بیاد ویدیوی دانستنی روز رو نگاه کنه، رشته‌های نورالینک فرمان مغز رو تشخیص میدن و به صورت بی‌سیم به گوشی دستور میدن وارد یوتیوب شه. اگرم فیلتر باشه خب اول فیلتر شکنش رو روشن میکنن، بعد میتونن بیان یوتیوب و ویدیوی دانستنی روز رو ببینن. ایلان ماسک گفته وقتی این تراشه رو توی مغز و بدن انسان کار بذارن، مغز آدما به سادگی وصل شدن دستگاه بلوتوثی به گوشی و کامپیوتر و ویلچر وصل میشه. و جالبه بدون این تراشه دوباره ارتباط مغز با انداما رو برقرار میکنن و اینجوری میشه کاری کرد کسی که مادرزادی نابینا بوده ببینه و کسی که معلول بوده راه بره. میگن تو میشه آلزایمر و پارکینسون هم باش درمان کرد. ایلان ماسک گفته آزمایش‌های این دستگاه روی میمون خوک هم موفق بود و با مجوزی که از سازمان غذا و داروی آمریکا گرفتن به زودی اولین نمونه نورالینک روی مغز انسان کار گذاشته میشه. قیمتش هنوز مشخص نیست، ولی آقای ماسک گفته سعی می‌کنیم قیمت تراشه و هزینه عمل جراحی زیر $1000 یعنی کمتر از 50 میلیون باشه. اون وقت کسی که اگه فلج باشه فقط با کمک این تراشه مغزی میتونه دوباره راه بره و حتی کسی که پاش قطع باشه یه پای رباتیک به بدنش وصل میکنن و این تراشه رو میذارن تو مغزش و میتونه به زندگی عادی برگرده. فوق العاده است نه؟ حالا از اون بهتر اینه که تو سال 2030 آدما دیگه پیر نمیشن. یکی از مهمترین دلایل پیری تقسیم سلولیه. مثلا وقتی یه جایتون زخم میشه یا آسیب میبینه، بعدم برای اینکه ترمیمش کنه تقسیم سلولی انجام میده و هر بار که سلول تقسیم میشه تلومر سلول کوتاه‌تر میشه. الان میگه آقا تلومر چیزی دیپلم صحبت کن. بذارید مثال بزنم. دیدید ته بند کفش پلاستیک میذاره که نخش از هم باز نشه؟ اگه اون پلاستیک نباشه چه اتفاقی میفته؟ خب نخای بعدی هم جدا میشه و نخ به چوخ سگ میره.
میگیره. کار تلومر هم تو سلول همینه، ته رشته دی ان ای رو نگه می‌داره، نمیذاره از بین بره، ولی هر بار که سلول تقسیم میشه اون تلومر کوتاه‌تر میشه و بعد از یه مدت دیگه توانایی تقسیم نداره و به قول معروف پیر میشه. حالا مشکل اینه که این سلولا با وجود اینکه پیر میشن نمیمیرن و مولکولای آزاد میکنن به سلول اطرافشون و اونا رو هم باعث میشه که آسیب ببینن که بهش سلول زامبی میگن. حالا دانشمندا یه قرصی ساختن که این سلولا رو از بین میبره و طول عمر رو افزایش میده. 3 سال پیش این دارو روی موشا آزمایش شده جواب داد و خبر خوب اینه که میگن با این قرص طول آدما به 200 سال هم افزایش پیدا میکنه. تکنولوژی خفن بعدی که تو سال 2030 میاد موتور پرنده است. یه شرکت روسی به اسم هاور سرف یه موتور پرنده ساخته که 4 تا ملخ داره و میتونه تو ارتفاع 5 متری از سطح زمین با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت هم پرواز کنه. هم یه سرنشین میتونه سوارش بشه، هم قابلیت کنترل از راه دور داره. و جالبه بدونید دبی این موتور خریده و قرار مامورای پلیس ازش استفاده کنه. غیر از این موتورهای پرنده کلا قرار سیستم حمل و نقل بره سمت هوایی شدن. یعنی شما ماشینم بخری پرواز میکنه، تاکسی بگیری پرواز میکنه و میتونه با یه سری گجت شخصا پرواز کنه. کلا قرار برید هوا. توکیو پایتخت ژاپن هم قرار اولین شهری باشه که ماشینای پرنده رو اونجا میخوان زیر ساختاشو آماده کنن و اجراش کنن. یه مدل از این ماشینای پرنده ایهنگ 184 که رانندگی باش گواهی نامه خلبانی هم نمیخواد، همه میتونن سوارشن. البته باید بگم این ماشین تک سرنشین شما نهایت باید 100 کیلو وزن داشته باشه. برای مسیر کوتاه هم فقط میشه ازش استفاده کرد چون نهایتا 25 دقیقه با سرعت 60 کیلومتر در ساعت میتونه حرکت کنه. بعدش باید 2 تا 4 ساعت بزنیش به شارژ، ولی احتمالاً نسخه‌های بعدیش باز پیشرفته تر. یه ماشین پرنده دیگه هم که نیاز به گواهینامه خلبانی نداره بلک فلای که توسط کمپانی اوپر تولید شده. تک سرنشین 40 کیلومتر با سرعت 60 کیلومتر در ساعت طی میکنه، چرخ هم نداره و میتونه هر جا دوست داشتید باش فرود بیاد. حالا اگه اینقدر زرنگ باشه که گواهینامه خلبانی هم بگیرید میتونید به آیروموبایل سم فکر کنید. 2 نفره است، در عرض چند ثانیه میتونه از جا کنده بشه و به پرواز در بیاد. سرعتش هم رو زمین و هوا 200 کیلومتر در ساعته. نسخه 4ش روی زمین 170 کیلومتر، رو هوا هم تا 270 کیلومتر در ساعت میتونه حرکت کنه و با هر بار شارژ هم میتونید تا 700 کیلومتر باهاش برید. نسخه 3 60 میلیارد تومانه و نسخه 4ش 85 میلیارد تومان که میتونید برید از الان پیش خرید کنید. واسه خانواده پرجمعیت تر هم ماشین مناسب است که کسی بدون ماشین نمونه. ماشین لیلیوم جت 36 تا موتور برقی داره، 5 نفر ظرفیت و فرود اومدن و بلند شدنش هم کاملا اتوماته. با هر بار شارژ هم میتونه 300 کیلومتر راه بره با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت. تکنولوژی بعدی به درد کسایی میخوره که از بچگی دوست داشتن پرنده باشن و عاشق این بودن که مثل جی تی ای با جت پک پرواز داشته باشن و جت پک در واقع که بتونن پرواز کنن. این محصول هم اسمش جت سویتی، 5 تا موتور داره و تو هر دو تا دست قرار میگیره. یه موتور اصلی و پرقدرت هم داره که مثل کوله پشتی آدمه تا بتونه باهاش پرواز کنه. تا 100 کیلومتر در ساعت هم سرعت داره، اما برای استفاده از این تکنولوژی باید زیر 100 کیلو وزن داشته باشی. پس اگه عاشق پروازی میخوای از اینا بخری، از الان به فکر رژیم غذایی باش. و از اون خفن‌تر هم جت وینگ. مخترع وسیله اومده انسان هواپیما رو با هم وصلت داده و اینطوری که یک بال روش آدم قرار میگیره و با کمک 2 تا موتور میشه تا 407 کیلومتر در ساعت باهاش مسافت 50 کیلومتری رو طی کنی. اینم از تکنولوژی آینده. حالا بگید اگه همین الان بخوابید و تو سال 2030 بیدار شید، اولین چیزی که تو گوگل سرچ میکنید چیه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید. اگر هم تا الان این کار نکردید، همین الان سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا جزء اولین نفراتی باشید که از ویدیوهای بعدی ما با خبر میشید. اگه 2 تا ویدیو قبلی ما رو هم ندیدید که همین الان برید ببینید. تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار.